استاد در مسئله ایدی رمضان قربان به چگونه شکل گذرانیم و به خونه همسایه میریم یا خشتبار میریم آیت خونیم یا که بکنیم چگونه رفتار کنیم؟ نه اون روز آیت خانی و چی نیست مقصد اگر رفتیدم خیلی تبریک تهنیه این دعا خودش دعا میکنید در سرخانخانی بیملال است اجازت است یعنی یگان محدودیت نیست خورسندی مشروع هست همون هم با فذکر الله و ذکر خطی از دل خود شاقایی که قربانی که نمیشه در مورد نه از دل خود نمیشه به خاطر الله در چارچوبه شریعت مثلا قلو کشید یا یک مرغ کشید طوری نمیبیاد از دل خود تو یک بوزی 2 ساله 2 ماهه نمیشد گوسفند باید اقلا 6 ماهه باشد 5 یا 6 گوسفند کشند و گاو کشند این چیزا درست هستن؟ بسیار بسیار مالی اگر کشن خیر کنن برای مسلمان ها خوب است مثلا بعضی شخصیت ها باید یک گوسفند براش عیب است هیچ گپ نه روزی قربانی ده مثلا 10 ها گوسفند و شتر و گاو کشته مردم سیر کند خیر سخاوت کند اجازت است